نپلن چیه؟ نپلن یه نشنال اسسمنت پروگرام توی لیترسی و نومرسی هستش که یه ارزیابی سالانه است که برای دانش آموزای پایه های 3 و 5 و 7 و 9 تو سر تا سر استرالیا توی زمان مشخص و توی یه شرایط امتحانی خاص و معمولا این کامپیوتر بیس هست دیگه، پیپر بیس نیستش. قبلا پیپر بیس بوده ولی الان فقط دیگه کامپیوتر بیس برگزار میشه و معمولا این تست از 40 دقیقه تا 65 دقیقه طول میکشه. بستگی به یر لولی داره که بچه ها توش دارن این تست رو انجام میدن و خب این نپلن کمک ریزالت های این نپلن کمک میکنه که خب به در سطح نشنالی کمک میکنه که ببینن که خب آیا این دانش آموزا به اون استانداردهای ملی یه حد اقلی که باید توی لیترسی و نومرسی داشته باشن رسیدن یا نه. این سطح کلی این آمبرلا هستش که میبینیم خب چرا اصلا این نپلن برگزار میشه و مین ریزنش هستش. خب ولی دلایل دیگه ای هستش که نپلن از اون این روزا ازش استفاده میشه که خیلی هم مهم هستش. این هستش که خب نپلن تست نشونه ای از توانایی و پتانسیل بالای تحصیلی دانش آموزا رو نشون میده. یعنی یه بچه‌ای که پرفورمنسش توی لیترسی و نوپرسی نپلن بالا، دوتاش بالا باشه، خب این نشون میده که این بچه خیلی پتانسیل بالایی داره. و خب یه چیز دیگه هم که باید بگم، این نپلن تست برای هر بچه‌ای متفاوت هستش. این نیستش که برای من و دوست من که این تست رو انجام میده همشون، منظور این نیستش که خیلی متفاوت باشه، ولی خب مثلا بچه هایی که این همون بحث دیفرنشیشنی که میدونین به وجود میاد که خب اگه بچه هایی هستن که خب مثلا سطح یه سری ادیشنال ساپورت احتیاج دارن و چیز دارن، این شرایط رو برای اونا سوالا و اینا در سطح خودشون میاد. به این معنی نیستش که برای یک کلاس همه متفاوته، ولی خب بچه هایی که یک مقداری مثلا اونایی که چون میدونی که ما توی یک کلاس همه جور دانش آموزی داریم، اینجا به همین خاطر هستش که خب ما دیفرنشیشن استفاده میکنیم برای هر بچه‌ای بر اساس توانایی خودش، بر اساس اینی که ببینی که خب علایقش چیه، تواناییاش چیه، بر اساس اون چیزی که اسکیلی که داره ما پلن میکنیم. پس در نتیجه نپلن هم تیلر تست هستش. دیزاینش اینجوری هستش که خب تیلر میکنن بر اساس توانایی بچه ها این تست رو براشون مشخص میکنن. خب حالا میگی تو استرالیا این تست چه کمکی به ماها میکنه؟ چرا ما باید این امتحان رو جدی بگیریم و چه نقشی داره کلا توی زندگی ما؟ کلا چرا ما اهمیت داره این تست برامون و فکر میکنیم باید این تست بچه همون توش موفق باشن؟ خب ببینید این نپلن یه چیزی که داره این هستش که خب توی وقتی که این نپلن تست انجام میشه، اولین ریزالتی که اولین کسایی که این ریزالت رو میگیرن خب مدرسه هستش. ما وقتی که این تست رو مثلا امسال قرار سال تاریخ 12 تا 24 مارس این تست برگزار بشه، به مدت 3 ماه 4 ماه تا 6 ماه ممکنه ریزالتش طول بکشه تا بیاد. اولین کسی که این ریزالت ها رو میگیره میفرستنش به مدرسه. خب این ریزالت رو وقتی ما توی مدرسه میگیریم، بر اساس این ریزالت ها ما متوجه میشیم که اوکی خب پلنینگ ما باید چجوری باشه، چی کار باید بکنیم، بچه ها چه نقطه های ضعفی دارن یا چه نقاط مثبت نمیتونم بگم، چه استرنسی دارن توی هر کانسپتی که ما کمک میکنه ما پلن کنیم. و خب چندین روز توی استاف میتینگ ها وقتی ما هستیم میشینیم با مدیر، هر کلاسی هر معلمی میشینه ریز به ریز تمام این نپلن ریزالت ها رو با معلم ها بررسی میکنه که چرا بچه ها ریزالتشون این شده، چی کار باید بکنیم، چجوری باید جلوشو بگیریم اگر که مثلا یه مقداری ریزالت ها پایین باشه، یا یه سعی میکنیم یه ترندی رو توی این ریزالت ها پیدا بکنیم که بتونه به ما کمک کنه برای پلن کردن. خب توی سطح بالاتر هم همین هستش. وقتی که این
ریزالت ها میاد، کلا توی کل سراسر استرالیا هم که این هستش، یه دونه اساسی که خب مثلا ما خودمون یکی از چیزهایی که سعی میکنیم مدرسه رو روش انتخاب بکنیم خب همین ریزالت های نپلن هستش. خب وقتی که ما تو وبسایتش میریم و نگاه میکنیم که ببینیم کدوم مدرسه نپلن ریزالتش بالاتره، خب ما سعی میکنیم بچه رو به اون مدرسه بفرستیم. برای چی؟ برای اینکه خب میبینیم که پرفورمنس مدرسه بالاتره، فسیلیتیاش بیشتر بوده، امکانات بیشتری داشته، معلم‌ها بیشتر سعی کردن بچه‌ها رو پریپر بکنن برای این امتحان و چه کار میفهمی که این خودش یه چیز رقابتی هستش. و یه چیزی که باید بگم متاسفانه، ولی این یه واقعیته که ازش گریزی نیستش، بعضی از مدرسه ها خب وقتی که میبینن مادر پدر رو که خب معمولا مادر پدرها چون میترسن که بچه‌ها استرس زیادی بهشون وارد بشه، بعضی از بچه‌هایی که سطح پایین‌ترن و یا اونایی که مثلا ادیشنال نید هستن معمولا این روزا بچه‌ها رو مدرسه نمیارن و یا اینکه خب این خب باعث میشه که سطح کلی مدرسه بالاتر از اون ریزالت واقعی نشون داده بشه. این یکی از این چیزا هستش. ولی خب چی حالا برای ما مهم هستش؟ مهم بودن این نپلن تست برای ما اینه که خب توی استرالیا مدارس انتخابی یا خصوصی معمولا نتایج نپلن رو توی پذیرش دانش آموزا در نظر میگیرن. خب و همونجوری هم که بهتون توی ویدیوهای قبلی گفتم، نتایج نپلن مدرسه های خصوصی یا انتخابی، مدرسه انتخابی که میدونیم بهتون گفتم مدرسه انتخابی و مدرسه هایی هستن که خب دانش آموزای برجسته تر رو انتخاب میکنن و سطح بالاتری باشون کار میکنن که خب این برای اسکالرشیپ گرفتنشون بعد توی دانشگاهشون و اینا خیلی مهمه. خب اینا اکثرا برمیگردن و نگاه میکنن به ریزالت تستای نپلن که بچه ها تو سالهای اولیه مخصوصا سالهای دبستان 3 و 5 چه پرفورمنسی نشون دادن از خودشون توی نپلن. و یکی دیگه این که خب وقتی که بچه ها نپلن تست بالایی داشته باشن، نتیجه بالای نپلن تست میتونه موفقیت دانش آموز رو توی محیط های تحصیلی چالشگر نشون بده. و خب با توجه به این ریزالت ها خب بچه ها حتی مدرسه های خصوصی خودشون اپروچ میکنن به خانواده هایی که نپلن تست های ریزالت های بالایی دارن و ازشون میخوان که توی اون مدرسه ها شرکت کنن. برای چی؟ برای اینکه خب میخوان رنک مدرسهشون رو ببرن بالا و کلا توی گرفتن بورسیه خیلی به بچه‌ها کمک میکنه و اگر که بخوام برای دانشگاه مثلا اسکالرشیپ اپلای بکنن و اینا خب خیلی بهشون کمک میکنه این نپلن تست. پس کلا یه چیز دیگه هم که داری، خب وقتی که نپلن تست بچه‌ها ریزالتاش بالا باشه خب به ساختن یه پروفایل تحصیلی خیلی خوب بهشون کمک میکنه، نشون میده که خب اینا نپلنشون بالاست، یعنی استانداردهای ملی رو تونستن همه رو نشون بدن که این توانایی‌هاشون بالاست و خب میتونن که توی آزمون‌های بعدی و حتی بورسیه‌های دانشگاه خیلی موفق باشن. و نتایج نپلن حالا چه چیزی رو میتونه نشون بده؟ خب گفتم که عملکرد فردی دانش آموزا رو میگه، با استانداردهای ملی اطلاعات مدرسه رو نشون میده و با هدف بهبود برای مدرسه خب میگم که معلم‌ها میشینن و بررسی میکنن که ریزالت ها رو خیلی براشون مهمه، به خاطر اینکه دپارتمان کوئسچن میکنه هر مدرسه ایو که چرا ریزالت های شما این بوده، اگر که از یه مقداری پایین تر باشه بچه ها حتی مثلا اگر که توی یر 3 بالا باشه و توی یر 5 مثلا یه خود بیاد پایین تر، تمام این ریزالت ها یه سری کانسیکوئنس هایی داره دقیقاً برای مدرسه و معلم ها که بعد نشون بدن که چرا مثلا پرفورمنس بچه ها بالا، اگه بالا بره که خب اوکی و همه چی خوبه، اگر که یه مقداری اینا منحنی به سمت پایین باشه خب باید همه جوابگو باشن. و اینکه دیگه فکر میکنم همه چیزو کاور کردم دیگه برای نپلن تست و اینکه آره فکر میکنم همه چیزو کاور کردم. ولی اگر سوالی بازم هست و یا چیزی هست که دلتون میخواد با من در میون بذارین و یا سوالی دارین که میخواین بپرسین، حتما برای من کامنت بذارین توی فیسبوک گروهی که داریم و به من بگین که من چجوری میتونم کمکتون بکنم. فعلا خدا نگهدار.